محترم ملکه سایلو، یگید گندوزاد را همچون همسر قبول میکنید؟ بله قبول میکنم. مبارک شود. محترم یگید گندوزاد، ملکه سایلو را همچون همسر قبول میکنید؟ بله قبول میکنم. مبارک باشد. آفرین. مهمانان عالی قدر لطفاً از جای برخیزید. موافق حقوق‌های از طرف حکومت داده شده شما را زن و شوهر اعلام پایش را زیر کن، پایش را. احتیاط شو، پایش را زیر نکن. تو پای عروس را زیر کن. دیگه پایش را زیر کن. همه به زمین. ملکه را پروندم. یگید به زمین. یگید خدایا خیریت که خواب بوده است. یگید صبحانه تیار است. حاضر می آیم. خیریت. صبح بخیر. صبحت بخیر. فاتح کجاست؟ خیلی براحت خواب است. بیدار کردم نخواستم. شین من چای میارم. نه تو شین من میارم. خدایا ببین چیکار کردم. یگون دستمال ده. همه جای میفروز شد. یگید لبه مرا نمیشنوی. با من دستمال ده. حالم رو دیدی؟ دستمال رو ده گفتم. وای حالم رو بین. باز به فکر فرو رفتی؟ چی شد؟ هیچ. تو خواب آلودم. که نقل کن پیش از توی چی نقشه و برنامه داری؟ با نزد اپای هنر میروم. آخرین تیاری ها رو میبینیم. تو چی کار میکنی؟ من هم لباس های دامادیم را آماده میکنم. یعنی در همین جای ها میشوم. مرا هم میبری؟ البته میبرم. نگاه کن توی پگاه کی در کجا میشیند خوب از یاد کن. از کجا در آمده از کجا میگریزی. خوب شده است. این سلاح بهترین. مال خوب. از این در میدرایی سراسیمه نشو تا وقت نکاح انتظار میشوی. دقت همه به یگی تو ملکه میشود. خوب شده است. گوش کن
به اینجا آمده به سوی عروس آتش میکشایی. از اینجا فراموش نکن کسی دیگر آن عروس را یعنی ملکه را میپرانی. هدف این است. من نمیدونم. آنجا پلیس زیاد، من چه خیلی میبرایم. در آنجا برای تو را گریزاندن آدمان میشوند. نترس. باز اگر به تو حادثه رخ دهد به زن و فرزندت از دستمان چیزی که آید میکنیم. وعده میدهم تو کارا کن و دیگرش را فکر نکن. نمیدونم. این به خودکشی ماند. اقلا کمی پیش پرداخت میکرده. گیر این پول را با آیلت بر. با کودکانت یکان چیز بگیر. جسارت آمد. برو. پگاه میبینیم. تشکر اکا. چی مسئله بودنش را گفت؟ پیکاس بعد به تو میفهماند. میبخشد اکا. با دقت باش. خیلی وقت شد از محبس برآمدی. به زیارتمان تنها حاضر آمدی ورال. به خدا یاد کردی. تشکر که یاد کردید. سایه بچه ها از ملت یا زردالی خشک روان کردن. بگوی باز کمی دیگر فرستانم. میگویم. بیهوده وقت را صرف نکنیم. مسئله چیست؟ سایه ما را کمی تنها گذار. تشکر. معلوم می شود در محبس صبر کردن را ناموخته ی حالم سراسیمه ای ورال. طبیعت همچنین است. گپ کم و کار بسیار. به این خوب نگاه کن. این شخصی که باید به قتل رسانی. این کس را در کجای دیده بودم؟ او عروس را میکشد تو را. کاری همیشه همش همین؟ همش همین. البته حقت را میگیری. چقدر؟ حاضر 10,000. 10,000 بعدی کار. کاری خطرناک. بعدی پراندن او همه در دوتال می شوند. از همین فرصت من باید استفاده برم. کاری آسان. تو از عهده این کار میبرایی. و تو خیلی آسان است. تشکر. بعد اینقدر نشستن کارات باید خوب شود. آخیر نجوم بیده ایستاده میتوانی نجیب؟ یه زنک تو هم کمی شتاب کن. به این هم از هر باز مثل چرخ فلک از این سو به این سو تاب داده ایستاده. نگاه کن از حاضر گویم با این لباس کرته سیاه میپوشم. اما گالستوک میبندی همین خیلی نه؟ اگر سموکینگ میپوشیدی که میدونه چقدر زیبا میشدی نجیب. زنک گوش کن. تو قانونهای نجیبیزم رو میدانی؟ ماده نهم ناو سموکینگ جریمه است 67 لیره. ببخش. اوه اکای نجیب چقدر زیبا. آنا یا بگیر اکالم تو رانو توب کر نجیب. پوچه دیگر خیلی مرا تا من افگار کردی زنک. اتستر کن. من نبینم. با پدرت گپ میزنی؟ با خدا تنها برای خاطر شما پیونر. گپ زن تو گپ زن. چیزی که نباشد پدرت حق دانستن دارد. با همین بهانه مناسبتتون خوب میشود. ندونم. اکای گیر چرا اومدن؟ خوش آمدی. جانم. خوش آمدی مالکا. خوش آمدی. سلام. به همه سلام. خوش آمدید اپای ملیکا. خوش باشید. با فکرم خیلی در هیجانی ملیکا. البته در هیجانی. هیچ گپ نیست. مرده ما رو بینید اینقدر زیبا است که بخیر سردارم. باز هم ضربه سوی ما. تو باید در خط محافظت باشی. یعنی باز هم ما محکوم جریمه ایم. تشکر. اکای نجیب شما آماده هستید؟ برای نکاح؟ بله.
در نکاح من شاهد می شوید. بله. شاهد تو منم؟ میخه باشد شاهد یگید کیست؟ جناب کوبیلای سردارم، در کارخانه شناس شده بودید، یادتان هست؟ من خیلی در هیجانم. فهمیدم. مادامه که به نکاحت من را جغ زدی، یگیتی من اگر خواهی شاهد تو میشود. اگر پرسم که این شخص کیست چه گویم؟ یک دوست پیشینه میگویی. این خیلی گپ جو نکن. شما حالا هم دوستید. آرام شو. تشکر. ملکه من تو را بعد میبرم. تو میروی؟ بعضی کارها دارم انجام دادنم لازم. خوش باشید. چی پوشیدنم را نشان دهم؟ البته کنی هنر پا. بینی این بسیار هم زیبا. یگیت 2 دقیقه ایست گپ دارم. چی گپ سردارم؟ بخیر است. پگاه توی داری و چهرات غمگین بریم. چی شد؟ با ملکه گپت گریخت مگر؟ نمیدانم سردارم. در وجودم یک حسی خواطری هست. واقعی با حلیمه رخ داده را این گناهی تو نیست. باز تکرار شود چی؟ ملکه هم به خاطر من قربان شود چی؟ من دیگر تحمل کرده نمیتوانم. خود را میپرانم. اگر از برای ملکه تو ضرر بینی چی؟ این را چه فهمیم؟ یگیت میدانم تا تو 1 ساعت مانده است، اما من باوری ندارم که ملکه را به قدر کافی میشناسی. سردارم شما این دختر را چشم دیدن ندارید. دختری خوب با احترام، جهان دیده، با سواد، فاتح را به مثل پسری خودش دوست می‌دارد. مرا هم دوست می‌دارد سردارم. باز چی؟ و تو چیزهایی نشان میدیم که با دیدن حیران میمونی. سردارم از این پیش هم همین طور گفته بودید، ولی چه خیل داماد؟ بد نه. خودت چه حال داری؟ خوبم، به خدا خوبم. سردارم کمی گپ زدم در کار. من میروم، شما راحت صحبت کنید. پگاه در خانه عقد نکاح وا میخوریم. خوش باشید. وا میخوریم. چی شد ممدوک؟ من هم رفتم. کجا میروی؟ من میبرم. من به نزد پدرم میروم. گپ داشتی کو؟ رانا را دیده حیران شده ماندی؟ چی گپ میزدیم سردارم؟ ناقل های این بچه سوخته است. و خیر است. و داستان سوال چیکار داری؟ میدونید هنرپا وضعیت رو با پدر فهمون گفتند. این مسئله خانه‌دار شوی و دیگر چیزها رو من باشم رویش رو دیدن نمیخواهم. نخیر نمیشود. حقی دانستن دارد. اگر خواهی من هم میایم. به خدا بیایید اکای نجیب. چیکار کردن او معلوم نیست. باز مرا غمگین میکند. شما روید. با جای من هم دستش رو بوسه کنید. و این بچه چیزی شده است و خیر است انشاءالله. به نزد آمدم که تو را آگاه کنم حلیمه. من خانه‌دار می شوم. میدانم که تو البته مرا میفهمی حلیمه، اما میترسم که او را هم مثل تو از دست ندهم، چنانه که با تو شده بود. التماس مرا ببخش حلیمه، ببخش. تو به خاطر من قربان شده، ببخش.
بعضا روزی به تو اظهار محبت کردنم را به یاد می آورم. روزی که از اکای نجیب دست تو را خواسته بودم. با امر خدا با قبل پیغمبرمان دخترتان حلیمه را به پسرمان دیگه خواسته بود. آن روزها را خیلی پزمان شدم حلیمه. بعد رفتن تو حالم روز تا روز بدتر می شود. بزمین کار کنه، بزمین جواب برادران را بدید. حلیمه اکنون به تکرار شدن این فاجعه راه نمیدهم. دیگر به خاطر من نباید کسی قربان شود. بله ملکه. در کجایی؟ در بیرونم. چی شد؟ اوضاعت خسته است. با تو چی شد؟ التماس خوبم بگوی. برای تو خیلی خواطر می شوم. نه خوبم. در خانه عقد نکاهم. در خانه عقد نکاح؟ تیاری به مراسم را نظارت کردم. مایلش جونکم. مایلش تو بازدید. یگید. بله. تو را دوست می دارم. من هم. احتیاط کنی سر مفتش. این منم خیری. در دست سلاح ندارم. من خیری. خیری تو کار میکنی که من یگان رستوران میکشم، اما کی نمیدانم. آخر شما گفتید که بیا. لباس داماده را گرفتی؟ گرفتم. کفشا را هم گرفتم. وای من هم برای کار روم. البته میتوانی، حتما میایی. اما نجیب سردار و سرکمیسر میمدو هم اونجا میشوند. خیری پرونده تو مگر پوشیده شد؟ تو اکنون به مانند همان پروفسور قاتل سروزیر تماما بیگناهی. حمیدی چی؟ اینش باز چی گفتنی؟ خوب گفتید بعد گفتید هیچ چیز رو نفهمیدم. گیرین کلید را لباس ها را به خانه بردم. من فهمم. مالش شما با کجا بودید؟ من برای گوش کردن سرود می روم. یک پیرمرد را مجبور میکنم که سرود خواند. شنیدن میخواهی؟ نه من نمیخواهم. نیت شما با من معقول نشد. خیر رو اکنون. حافظ بیا. سلام پدر. یعنی بعد چند ماه باز آمدیم؟ گپ زدنمون لازم. با تو یگان گپ ندارم. به شما یک چیز مهم رو گفتم میخواهم. چیزی میگویی زودتر گو، کار دارم. شما حق ندارید با من چنین معامله کنید. چرا نداشتم؟ چندین روز در بیمارخانه بودم، در نزدم کسی نبود. پدرم مرده است یا زنده است گفته نپرسیدی؟ در نزدتان بودم. بس کن، در نزدم بوده است. دوستانی نزدیکترینتان کجا بودن؟ آنها شما رو پروندن. چرا از آنها نمیپرسید که کجا بودن؟ باز سر کردی. همین رو گفتن آمده بودی. برآمده رو نبینم تو را. به شما گفتنیه دارم، بعد میروم. تو را گوش نمی کنم، پروا هم ندارم. رو با که نجیبت نقل کن. رانا گفتنی دختر ندارم. دستم رو سردید. برآمده رو. اقلا یک دقیقه مرا گوش کنید. در حیات غیر من دیگر کسی ندارید. نه رفیق نه دوست، هیچ کس ندارید. شما که این رو میفهمید پدر؟ تو به من عقل نشان میدی. دیگر فکر به اینجا آمدن را نکن. دیگر رانا گفتنی دختر ندارم. برا رو از اینجا. رو کنی. دفع شو.
باز کاری کردهش را کردم میکرد؟ او من رو حتی گوش نکرده که نجیب پیش کرد. مثل تو دختر ندارم گفت. بیا تو رو به خانه برم. به خانه رفتن نمیخواهم. کمی تنها بودن میخواهم. ملش خودت میدونی. ای سوها، هم آبروی جامعه کلان حفظ حقوق را رزوندی، هم دخترت را. این دختر مرا دیوانه میکند. باز چه گپ؟ بخیر از جناب سوها خشمگینت؟ تو را رعنا فرستاد. با او بگو باری دیگر. از اینجا آمدن مرا خبر ندارد، اما به شما برای خبر خوش دادن آمده بود. شما خبر خوش گفته و فکرم یا دوای برهم دادن یگان حزب یا بحران اقتصادی را منتظر می شوید. گوش کن نجیب، هرچی میگویم با هر دو گوش شنو. تحقیرآمیز سخن مگو. این خیلی بیادابی در لغت من نیست. گفتنیم کی؟ دخترت رعنا و شوهر میبراید. از شما دعا گرفتنی آمد. چلی که باشد پدرم است گفت. و شوهر؟ و کی؟ اینش را رعنا گوید. این کاری من نیست. نگفت؟ عجبا برای چی؟ کاش که کمی گوش میکردید. تو هم به من عقل میآموزی؟ استغفرالله. و یک داوطلب کپ کلان یک دولت کلان عقل آموزی و مثل من یک پلیس بیچاره را کی مانده از جناب داوطلب؟ یعنی شوهر میکند. من میروم و شما برای کار. اکا یکی تازه اینجا آمد. تعقیب میکنیم. حافظ، حافظ، تو در کجای حافظ؟ روزنامه در کجاست؟ در کجاست؟ در کجاست روزنامه؟ در کجاست؟ انیق حافظ گرفته است. انیق کو بنازدم بیا حافظی بدبخت کو برا کو ببینم چی طور سرود میخوانی. خاموش باش. آمد حافظ. ایست دگوریز. برادر اینقدر تیز مرده حتی وصیت هم کرده نتوانستی. با تو یک دهن گپ بزدیم. ایستا گوریز. ایست بگویم. اینجا بیا. نزنکا. اینجا بیا. نزنکا. شما را کی روان کرد؟ حافظ روان کرد. حافظ. یعنی همین طور. به او بگو امشب اینجا میمانم. او را انتظار میشوم. مرد باشد و جسارت داشته باشد بیاید. فهمیدم اکا. گم شو.
یک بار از پیشمان برآمد. طالگر رو با یک تیر افشاند. مرا هم دستگیر کرد. تو چی گفتی؟ گفته‌تان را گفتم. حافظ روان کرد گفتم. خب شب مردیوان که آمد یکی دو را میپراند. آن چی میخواستیم؟ چند ماه خبری نبود از او. حالا نزم آمده چیزی گفتنی دارم میگوید. مثل تو دختر ندارم گفتم. از دستش گرفتم و بیرون برآوردم. کاری خوب نکرده ای. برای چی؟ چیکار باید میکردم؟ دویده با آغوش میگرفتم؟ البته فکر کن استاد، دختری تو با لیاقت، با عزم، با غیرت. با ما این خیلی جوانان لازمند. جوانان ما بسیارش گرنگ، پول دوست، فایده جویند. بعد نگاه کن، از من پرسی با دخترت آشتی کن. میگویم انا میبینی خطایش رو فهمیده با ما همراه میشود. دخترمون رو با اون قشلاقی ها نمیدیم. نسل ما هم باید زیاد شود. خدا، یعنی خطا کردم. با او زنگ زن. دخترم خطا کردم گوی، بیا همراه خوریم گوی. دخترمون رو با آنها نگذار. نگاه کن در باره همون هر خیل خبرها نوشته ایستادن. میبینی که بس میکند. زنگ زن، تستر زنگ زن. او چه خیلی پدر است. انسان با دخترش این خیلی رفتار میکنه. زخم شبرانو جون، حالا میبینی پشیمان میشوند. آها، پدرم زن میزند. جواب ده. چرا جواب دهم؟ رانو جواب ده. کنی جواب ده. التماس بخاطر من. رانو کنی گپ زن. جواب ده. لبای دخترم رانا، مرا ببخش. کمی خشمگین شدم، مرا ببخش. هیچ گپ نه پدر، همش گذشت. اما تو هم سخنهای نادرست گفتی. خیر بیا فراموش کنیم. چه گفتنیم؟ بیگاه هر دیمان تنها خوراک میخوریم. چی میگویی؟ رانا چی میگوید؟ بیگاه هم رو خوری میگوید. البته خیلی خوب. نه، مرام هم نمیروم. رانا از برای خدا میروی؟ نمیروم گفتم. تو چی کار میکنی؟ الو؟ اما که سوهر؟ لبای؟ ببخشید، رانو کمی غمگین است، اما برای خوری میآید. شما گوید به کجا آید؟ جایی که زاد روزش رو قید کردیم. ساعت 8. ساعت 8؟ مایلش در اونجا میشود. تشکر. به شما خبری خوشی میرساند. امی خیلی به صبرانه انتظار میشم خبرش رو. خب مایلش، سلامت باشید. با خدا از شما ترسیدم بازی. چی شد دخترم؟ ممدوح را گرفته میروی، دستش را میبوسید، رازگیش را میگیرید، بعد حوالش به خدا. یگان کاری بد کند خودش میداند. به خدا راست میگوید. مایلش البته میروم. مرحمت جناب. تشکر. خوش آمدی دخترم. خوش باشید پدر. برای کاری امروز ببخش. این موضوع دیگر نکشید، فراموش کنیم. مرحمت بشین. بله، درباره چیزای خوب گپ زنیم. چی بود از خبری به من میدادد؟ من به شوهر میبرایم. کی بوده است؟ حاضر میآید، خودتان میبینید. خوشحال شدم. میبینی با این واسطه به مثل پیشینه پدر و دختر میشدیم. انشالله. پوشیدیم، ترتیب دادیم. این سوها چی میگفته باشد؟ آمدن نمیخواستم. ما چی از روزی اول زن کلان شدیم که این آخران بار میشود.
در بین ما نوفهمی ها بسیار شد، اما باز هم پدرم حسیت گفته به نزدتان آمدم. اما شما خوب کردی دخترم. تو رو یک بار دیده خودم را داشته نتوانستم. خانه رو ترک کردی، از کار رفتی. خشمگین بودم، اما فکرم همیشه با تو بود. دامادمون کی می آید؟ حاضر می آید. این خبر مرا آنقدر خوشحال کرد که به تو سلام. شام بخیر جنابی سوها. تو اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنن؟ این دامادتان پدر. دامادم؟ ما البته با اجازت شما قرار دادیم خانه‌دار شویم جنابی سوها. تو با دختری من خانه‌دار میشوی؟ این چه خلحت ناشناسی؟ تو خودت کی؟ و دختری من یک اصل زاده. تو کیستی؟ بگو. شما چی ها میگویید؟ ما یکدیگر رو دوست میداریم. دوست داشته نمیتوانید. چی خیلی دوست داشته نمیتوانیم؟ نمیفهمید؟ دوست میداریم. نمیشود. این قشاق یک کارگری عادی. تو لایق اصل زاده هایی. نگاه کنید جناب سوها، من دخترتان رو دوست میدارم. کارگری عادی یا قشاق برای او همه کار را میکنم، همان کارهایی که شما نتوانستید. نخواد. چرا نتوانستم؟ با او تمامی عشقم را دادم، جانم را خواهد به دریغ میدهم. مان ممدو گپ زدن بیفایده. عشق و دوستداری راست کجا میفهمد؟ گوش کنید، حاضر هر دویتان را نصف میکنم. کوشش کن. بیار انو رفتیم. با دخترم دست رسان. شما با من دست رسانید. کنیست و جنابی تاتسیتان یک بار شلاق خورده بود، دیگر نمیخورد. کارتون زوراوری، دیگر چیزی رو نمیفهمید. شما و رفیقانتون همه‌تون زوراوری میکنید، فهمیدید؟ همه‌تون. تو هم گپ رو دروازه کن. رفتیم. دیدی ممدو؟ دیدی با من چی کار کرد؟ آخر پدرم نشود. دیدی با من چی کار کرد؟ خودت رو به دست گیر. خدایا تبا این چی خیلی آدم است. آرام شو، شیما ماشین. مزهش در دهانت مانده است چی؟ جنبان پرمه رو دوست میدارم. از آن مرا هم میتوانی گیری؟ گیر گوشت خوک را با مثل تو با اشتها کسی نمیخورد. چرا این خیل میگویی؟ کمپول ها برای دانری اصفا یافتن تا به هندوستان میروند. 10 برابر پول آنها را بایها به تو میدهند و تو در اینجا با آنها دانر یافته جراحی میکنی. پول جراحی غیر قانونی را خوردن، از گوشت خوک خوردن حلالتر است. کنی بگو. به او نرسه، با اشتهای تو. маркази продюсери ҳамсадо тақдим мекунад. бори аввал дар тоҷикистон узмуни беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ миёни беҳтарин гурӯҳҳои ҳаҷвӣ кохи борбар 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания хандин камон шакарханд санакҷон як косаву биёр. очай бекавазика кайфулову мастуло
арабшо компания рафтем так точно روی محفل علاءالدین عبداللویف و مسرور ортиқова озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид суруди ҳаҷвӣ саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи оғоздиҳӣ аз $1 сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ваз 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 5028 28 907 79 28 28 907 59 28 28. از برای من شده با پدر جنجال کردی. گوی از این پیشتر با پدرم مناسبتمان خوب بود. نمیدو بسیار غمگین شدم. بگو تو در حقیقت مرا دوست می‌داری مندو؟ چقدر؟ ندانم. کمی پیشتر جانم رو میدی هم گفته داد میزدی کو؟ در ما دروغ نیست. تو چی؟ دوست می‌داری مرا؟ دوست ندارم اینقدر زحمت میکشم. بین از برای تو شده حتی با پدرم جنجال کردم. بعد توی همش خوب میشود انشاءالله. چقدر توی؟ حالا من روزیگی ندادم. چی خیل؟ حالا روزی نشدم گفتم شرط دارم. یا خدا چی خیل شرط بوده است؟ یکم بگو بعد ساعت 8 به خانه آمدن من است. خوب شده است. من هم دستورخوانی تیار میخواهم. روزهای استراحت کار نمیکنیم. با تئاتر، کینوتئاتر و کنسرت میرویم. اگر بر روزی فوتبال ریال راست نآید باز برنامه‌های ورزش تماشا کرده میشود. چه بودن افساید خوب آموخته میشود. با کارهای خانه یاری میرسونیم. خوراک رو خوردن و خیلی رفتن نیست. برای شستن کاسه و طبق یاری میرسونیم. باز پیشدامان پوشم و کار تمام شود. اما تو باشی خود رو تشویش نمیدهی. یگان بار به کارهای من دخالت نمیکنی. برای چی بوده است؟ همین خیل. من همین خیل میخواهم. اوف در اولی راه برگردیم چی؟ چی گفتی؟ موش زنی سخت بوده ای. برمیگردیم به مسئله اساسی. هر روز به سال 2011 نزدیک میشویم. تا حاضر بد سر نکردیم. خاطر نشوید. این مسئله کردی به موفقیت نمیرسد. حادثه های ازمی را دیدیم. قدم اولمان با موفقیت شد. دوامش باید داد. کردهای کفر آمده را باید به پا خیزانیم. وگرنه این مسئله موفق نمی شود. این هم معنای تمام شدن ما را دارد. پیکاس تو چی میگویی؟ جنابان، گروه های مرگاور زیر زمینی من برای عمل کردن فرمان را می‌گذارند. باز گینه، کرگس و خنجر جمع 300 نفر. با نوبت همشان را به کوچه سر می‌دهیم. به فکرم اکنون وقتش رسیده است. به این دهاتی ها وقتی زدن یک شلاقی آبدار رسیده است. حتی نام عملیات باید شلاق شود. به فکرم خیلی مناسب جناب. یک قسمی سلاح‌های زیر خاک کردن من حالا هم ایستاده است. برایش نمایش‌ها مقدار زیادی اتومات، کمان و ماده‌های ترکنده لازم می شود. از روس‌ها گاز اشکاور درخواست کردیم، روان میکنند. با مانند کشتی زیر آبی نشود. خاطر نشوید جناب. اکنون غیر مسلم ها را هم به جایشان شناندن لازم. به فکرم به ارمنی و رومی ها به خارج معلومات میدهند گفته خبر دیم هم خوب میشود. یک چند تایش را به قتل رسانده گناه را به دیندارها بار کنیم عالی جناب میشود. من زید نیستم. درباره این مسئله از هر کس حسابات علاهیده میخواهم. خریطه راهمان را دانستن میخواهم. در یک مدت کوتاه در دستتان میشود جناب. ملیکه تو اکنون عروس میشوی؟ خدا خواهد. بعدتر رعنا میشود. آمین انشالله. زودتر توی اپای رانو رو همه دیدم خوب میشد.
به خدا گویا دیروز من به خانه عقد نکاح می در آمدم. امان خاموشی زنک، به خاطر آن التماس. رانا کنی به من یک آب بیار. خوب شد است ممدو. ممدو این تویی؟ اهمیت ندید سردارم، شرطنامه بستیم. از این بعد همین خیلی می شود. میدانم که بسیاریتان بر روزنامه مرد ایون مراغ ظاهر میکنید. بله جناب. انا این روزنامه ای که مدتی دراز از دنبالش میگشتیم، اما صحیفه های این خالی اند. جنابان این حله دیرینه است. واه واه واه. کنی بینیم چی نوشته است. بینیم درباره ما یکان گپی هست. انا اینجا 2 نفرین نزدیکترین میدانستگی هم مرا از پشتم خنجر زدند. سالها از دستشان گرفته تربیه کردن هایم معلوم می شود که برای گلادیوی در خارج بوده کار می کردند. در بغلم مار تربیه می کردم. به فکرم اینجا درباره شما نوشته شده است جناب. یک روز روبرو شده حسابش را از آنها میپرسم، اما این مسئله شخصی نیست. مرا غمگین کننده به واسطه کارهای گوناگون مملکت را جدا کردن آنهاست. سوءقصدها، حادثه های خونین. برای چی؟ برای مقام، قوت و نفوذ. از همه زیاد برای پول. همه‌شان برای 3 تنگه به هر نمود پستی غلامی سر می‌فرارند. برای چی زنده بودن این آدم را هیچ حس نکردم؟ بیعقل، بیعقل، بیعقل. بیعقل. جسد این آدم را که در پیش پایم میپرتایی پیکر؟ از پایش هستیم جناب. سایه منزلش را 24 ساعت میپاید. او را هم به مثل همین روزنامه میسوزانم، باز با آتش میسوزانم که سالها از زبان به زبان نقل خواهد شد. پسر خودش او را زنده میسوزاند. انتقام بوده است. گرید به شما انتقام افسانوی را. انا مرد ایوان می آید. بیا یکی نامده این حریف را بریم. خوب شد است نکرد. ایستا 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 انتظار شو. 1 دقیقه. یکی تا آمد. جدا شویشان را انتظار میشوید. خوش آمده جوان. الله از چنین جسارت کرده به اینجا آمدنت معلوم که مرد بوده ای.
چی گفتنت رو نفهمیدم. آدمان به تو خبر ندادند. یکیشان را کشتم و دیگرش را به نظر روان کردم. کدام آدم؟ چی میگویی؟ روزنامه میگویم حافظ. نمیشنوی؟ روزنامه. کدام روزنامه؟ کدام روزنامه بودنش را خوب بدانی. روزنامه ای که از اینجا دزدیده. من یگان روزنامه رو نمیدونم. روزنامه کی، روزنامه چی، این رو هم نمیدونم. روزنامه مردیون. برای همین با من شناس شدی. در سن سال تو پسری داشتم. مگر نمیفهمم کی را فیره میدهی؟ کی را نگاه کن پسرم، خطا میکنی. گپ را دراز نکن. روزنامه را میخواهم، وگرنه مینت را پاش میدهم و سن سالت نگاه نکردم میپرانم. ای مرد دیوان گفتی. همان آدم در این خانه زندگانی میکرد. مرد ایوان به خاطرم آمد. حالا یا روزنامه را میدهی یا اینکه جانت را میستانم. انتخاب از خود تو. چرا انتظاریم؟ هر دویشان را کشم این کار هم تمام می شود. به من باشد اول یگید را میکشم، اما انتظار میشویم. فرمان همین خیل. با تو با ناموس و شرفم قسم که چیزی گفتت رو من هرگز نگرفتم. تو نگرفته باشه کی گرفته است؟ غیر تو اینجا کسی نبود. آدم ها هم ما را حافظ روان کرد گفتند. با این چی بگویی؟ آدمان رو نمیشناسم، نمیدونم. تو را فریب دادن. دیوانه میشم. خدا را تو نگرفتی. این خیل باشد کی گرفت؟ روزنامه گفتد برای تو. برای چی اینقدر مهم؟ برای آن که و یگانه میراث پدری من است. تنها توسط آن را پیدا میکنم. از آن پدرت؟ چه خیر؟ مردیون پدری من است. پدر اصلی من است. اکنون فهمیدی؟ مردیون پدرت؟ مگر پدر تو همان شخصی مای زده نبود؟ دروغ گفتم. در خودی مرا به حسن نام شخصی داده است. او باشد مرا با مای زده، اما پدری اصلیم مرد ایوان. میگویی حسن؟ بیا با من. بیا. یگید حالا با مرد دیوان در خانه. چی میگویند؟
نمیدونم. یگید باز داد زده ایستاده است. یگید را کمی دور کرده میتوانی؟ میلش حاضر زنگ میزنم. بعد رفتن او مرد ایوان را سالم دیدن میخواهم. میلش. نگاه کن. این ایزی دستان من است. پدرم شاید دستش را به ایزی دستان من میگذاشت. آهسته سیله میکرد. چشمانش پرآب میشد. در طفلی مرا اینجا آورده است. بعد ساختن این بنا در روزنامه اش نوشته است که این ایزی دستان پسرم است. همین خیلی مرد بود پدرم. وای در حقیقت مرد بود. مرد بود پدرم. پدر برای همین پرسیده ایستاده ای؟ نگاه کن چی میگویم. او هم تو رو جستجو میکند. دیدی که یک بار از پیشت میبراید. همه جا را جستجو کردم. یگان چیزی نیست. یگان ایزی نیست. حتی قبرش را کنده دیدم. خالی بود. به خاطر یافتنش مجبور بودم. متاسفانه روزنامه را هم گم کردم. یگانه میراث پدرم را. خوشبختانه زنده بودنش را میدانم. اگر در اثر پیری عقلش ضعیف شده باشد به یاد آورده نتواند، شاید من از بویش حس کنم. بله از بویش. اما نه. نمیابم. تو برای چه گریه میکنی؟ معلوم که پسر آن کس هستی. پدرت ممکن است تخمین کرده هم نزدیکتر باشد. ممکن قریب در پیشت باشد. یک بار تو رو دیده با آغوش گیرد. پسرم گوید. پسرم. چی میگویی؟ چی کار میکنی؟ من هم اول پدر جان میگویم به او. بعد تا این وقت در کجا بودن و چه احوال داشتنش را میپرسم. خورسندی؟ برای چی میخندی؟ بگو ما هم میخندی. یکی تو مرد ایوان لحظه های آخری نشان را زندگی کرده ایستادم. برای همین میخندم. برای یگید زیق نیستم گویم دروغ میشود. زنی دوست داشتهش در بغلش میمورد. جناب با من رخصت. کار شما بسیار.
نهایت از این بلای مردی من رها میابیم. پیکاس طاقتم طاق شد. خوب شد جناب، با اجازت شما. مرحمت. پگاه من توی دارم. کاش که میدید. میدانی از نبرادر بودنش خبر ندارد. یعنی باز فرزند داری؟ حاضر به تو نشان میدهم. نگاه کن. این پسری من است. نامش فاتح. خدا با وی رسونه. تشکر. اگر روزنامه را گم نمی کردم شاید می یافتم او را. حافظ، اگر تو گرفته باشی برگردان. چیزی خواهی میکنم، چیزی خواهی میدهم به تو. یگانه واسطه پیدا کردن پدرم همین روزنامه است. اکنون برای یافتن پدرت با اون روزنامه احتیاجی نداری. چه؟ چخیل آغاز کردنم رو نمیدانم. کو گپ زن؟ چی گفتم میخواستی؟ نگاه کن، برایت مشکل می شود. شاید به من باور نداری، اما اول گوش کن. ای خدا، یگان گپی مهم باشد. یک دقیقه. الو؟ الو؟ الو یگید، فورا ما خوردن در کار. ببخش، یک لحظه مرا انتظار شو. یک صحبت مهم دارم. من حاضر می آیم. این دفعه التماس نگریز، میلش. اکنون در اینجا با هیچ کجا نمی روم. چه خبری فوری بود است؟ با تلفن گفته نمیتوانم، در حال واخوردن لازم. چیزی مهم فهمیدم. درباره چی؟ البته درباره تو. ثابت، او رو یافتم. کی رو یافتید سردار؟ پسرم رو ثابت، پسرم رو. یگید پسر من بوده است. کدام یگید؟ یگیتی پیکاس خان؟ بله او. در کجای سردار؟ در خانه یک جایه. در آسمان میگفتم، در زمین او رو یافتم. او بوده از باور میکنی؟ بعد سالها از پیشم برآمد. با او چی گفته؟ حاضر میگویم. همه چیز رو نقل میکنم. پیکاس و بیسکور رو، اصلشون رو، همه چیز رو نقل میکنم. او رو گرفتم میآیم. اگر خواهید من هم بیایم سردار. نه لازم نه. ثابت، او رو با آغوش گرفتم. فرزندم رو با آغوش گرفتم. حالا هم به مثل طفلیش بوی دارد. سردار، شما باز هم احتیاط باشید. من با تو زنگ میزنم. یعنی همین خیل. به من کمی فرصت دادن نمیتوانی؟ امکان ندارد. خیلی مهم. فورا آمدن لازم. میلش، حاضر می آیم. ها، یک دقیقه. نشانی را میکوبم. حاضر به تو میگویم. زودتر باش، زودتر. آوازت رو برای اول تو رو بعد پسرت رو میکشم. برید. میلش می آیم. خیر، تا بازدید. من آمدم. ای خدا، ای خدا. آخر این خیل نکن حافظ، این خیل نکن گفته بودم.
دارید اینا بردارید بره زودتر زودتر. جناب ما اجازه دهید. میبینم که کار شما بسیار است. اجازه از شما. این کار خیلی خوب شد. خیلی خوب. انتظارم یگید ندید مایلش. نهایت لحظه دلخواه رسید. چه شده است؟ جناب با تیاری شروع کنیم می شود. حاضر یک مهمان خیلی مهم را پیشواز می گیریم. از راستی؟ یعنی مرد ایوین در دستمان؟ او را به انبارخانه می برند. چیز داده ای؟ رفته؟ چرا جواب نمیدی اچو پدلماز؟ نمیدانم. یا خدا کجا شده؟ به منزلش رفته بینم چی؟ دیگر چاره نیست. بیا رفتیم. مرد ایوان. مرد ایوان. مرا شناختی؟ شناختی؟ تو فراموش نمی کنی مرا اصلا. البته به خاطر آوردم. در این دنیا از همه دیده به ناموسترین، به انصافترین، خوینترین آدمی. تو رو چه خیل شناختم؟ فهمان چه خیل؟ از بویت. حالا هم به مثل خوک بوی میکنی. بعد این قدر سال هیچ باخوری دوستانه نشد. مرا چند پول فروختی؟ این مملکت رو چند پول فروختی؟ با کی فروختی؟ گوزن سگ. کمی جسور را داشته باشی پران، اما تو اینقدر آدم هم نیستی. پران آخر دیگر این خیل فرصت نمیابی. فکر کن منم دشمن خونیت، دشمن جانیت. پران یک دقیقه خیلی برای چی؟ در درون وخوری مخفی کسی ندارد گفتم. فرمان پیسگاه. همیشه
همین خیل بودی. ترسان شرکت به همه جا واضح شده است. حتی کودکان به حالت میخندن. کنی پران فکر میکنی که تو رو همینقدر آسان میکشم؟ چقدر خواهی گپ زدن گیر. اینقدر آسان نه، عذاب میکشی. مرگت در تاریخ میماند. تلفنی کسی باشد در حال بیند. جناب یکی زنگ میزند. پسرت زنگ میزند. اگر با یک طوری موی پسرم ضرر رسانه، کشت هم زنده شده. انتقام میگیرم از شما. گپ زن. الو، گپ زن یگید. در اینجا ترتیبات نو جاری کردند. در آمدن نمیمانند. مایلش، من میآیم. میدانی پگاه پسرت توی دارد، اما متاسفانه توی خونالود می شود. کلینت در درون خون جان می دهد. چقدر غمناک. باز تخمین کن که این را کی می کند. باور نمیکنی این کاته میکند. یعنی تو چخیل حیوانی. یدید این را فهمیده چی کار میکند؟ سری تو را بریده پوستت را جدا میکند. اما پدرش بودنت را نمیفهمد. از پسرم دور ایستید. حساب تو با من. چیزی که خواهی با من کن. من چیزی نمیکنم. یگیت میکند. من با تو حتی دست نمیرسانم. یگی آوازت را براری. چی خبر؟ چرا اینقدر فوری؟ ایکاته برای گرفتن قصازی قرخان تیاری میبیند. بگذار، دیدم گرند. هدفشون مایم. تو، من، هممون در خطریم. هر وقت حمله خونین شده میتواند. باید شار باشیم. از دستشون چیزی آید کردم گرند. اگر توی داری یگید هممون هدف آن میشویم. اگر خواهی موقوف گذاریم. نمیشود. از دو سه جنده پشت ترسید گفتم نامتان بد میشود. پیکس در آنجا دیگران هم میشوند. پیش از این چی شدنش را میدانیم. دیگر نمیشود. لازم شود جان خودم را میدهم. آرام شو. و مثل پدرت هستی. از هیچ چیز نمیترسی. حالا تو را میدید فخر میکرد. حالا در حضور همه‌تان اولین و آخرین شکنجه مرد ایوان را آغاز میکنم. تیار کنید. خدایا در آنجا کی را استنطاق میکنم؟ یا اون کسی مهم نیست. یک درسی دیرینه پیسگار. تو هم از پایی کارت شو. اگر نیکا داری. خوش باش.
پیش از مرگ گفتنی داری؟ این را تمام شب عذاب دهید. صدایش تا خانم نیاید این سفر شما را در پس ماشین میبندم. شما دوام دهید. پیشگاه کمی پیش یک چیز گفت. چی گفت؟ پگاه ملیکه را میکشته. درست گفته است. دهانت را نکشایی. اما برای چی؟ یگانه راهی کشتن مرد ایوان از طرف گید. اما تو این را ندیدی و نشنیدی. یعنی ملیکه میمورد؟ دوام دادم میخواهید؟ تو دوام ده. شما با کجا؟ کاری تو چی؟ کاری تو چی؟ ببخشید. اکای صبحی در هیچ کجا نیست. کجا رفته باشد؟ همه جا را دیدیم. بار دیگر بینید. خوب شده. اطاعت. اکای ثابت این راه ها از آنجا یافتم. با فکرم کوری بد شده است بچه ها. چه خیلی که نباشد سردار را یافتن در کار. اگر نیابیم برای هممون برای دولت فلاکت می شود. سایه در اینجا چی کار میکند؟ باز در این ساعت؟ گریه نکن پسرم، گریه نکن. کو بیا. آه ملیکه، تو نمیدانی که مرگت نزدیک است. شاد، انا شاد جانی پدر، شاد. بیا شرک من. رفتیم. بخورده میتوانی. بیا ملیکه، چرا در میکنی؟ آمدم، تلفنم رو فراموش کردم. چستر بیا. او اینجا چی کار میکند؟ ملیکه، انا پسر جان رسیدیم. من فاتح را میخوابانم، تو هم پسر خواب کن. پگاه برق میخیزیم. رفتیم. توجه. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نونتون شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نقض میشن. خوشی جان، ایش چی؟
گفتن نمیتوانم. خدایا او دیوانه شده است. به خدا دیوانه شده است. ملکه فاتح گرسنه شده است. یکان چیز تیار میکنی؟ خوب شده است. حاضر میارم. تو دیوانه شده ای سایه. میموری به عقل. تو را میکشند. نگاه کن خوابش برده است. خیلی خسته شده است. تو خواب نمیکنی؟ کمی در نزدش میایستم. مایلش. پگاه هستی جدو شد. تو رو پیش از توی حتما دیدنم لازم. او چیزی گفته نیست اما خدایا. دادا این چه چیزی خسته کننده؟ با من بگذار پسر پدر. با من بگذار. من نبینم دادا. برو ببین. سلام سردارم. سلام. مردم در کجاست؟ زن مردم رو نمیشناسی. این سو گذر. همه کسا به کاشانه هوس رفتن. سردارم این چه خیل جوراب است؟ نگاه کنیم دو. بعد خانه دارشایی میخواد. چیزهای زن گذاشته رو تنها زن میابد. این یک قسم علاهده علم است. سردارم شوخی به شوخی رفیق نزدیکترینمون رو به یک جاسوس خانه دار میکنیم. شما هم شاهد نکاهید. خواطر نشو. این خانه داری دردام نمیکند. حال آرام باش. و نزدیکی بویش میبراید. این چه خیل کار؟ کلین جاسوس خصور با بر وقت نشینان کار میکند. این سلسله فیلم شد. به خدا من حیرانم. یکان چیز به مانند حیات حیرت آور نمی شود. به خدا نقاش باشی به فکرت نمی آید. چه خیل سردارم؟ نه هیچ چیز نه. کم ترد بالاتر. انا همین خیل خدایا. خوب اما همین دورش باش. انا همین دور. نه انا همین خیل. کمی بالاتر بردارن چه انا خیل. مالش بردارید. رنا یکیش رو انتخاب کن. اوف نمیدونم چی کار کنم. اومدم در بیرون انتظارم. یک دقیقه. انا این شکلش به من معقول. نمی سوزوند. نه حاضر من یک لحظه تو ماشین رفته میایم. خوب مالا. اوف خیلی زیبا شده ای. بی گفتی تو هم میدونم که خیلی زیبایم. با تو چی شد؟ چرا نیست شب به خونه آمده به من زنگ میزنی؟ ها؟ تو چی؟ مرا نابود کردن میخوایی؟ ها؟ نه نجات دادنی هم. اوف بس کن سویا. تو چی ها میگویی؟ لباس عروسیت کفنت می شود ملکه. تو چی عرق میشده ای؟
مرا گوش کن. میموری میگویم ملیکا. تیمر همه اینها رو از کجا میدونی ها؟ تو رو آخران بار دیدن خواستم پیش از مرگت. این سفسطه هایت به دلم زدند. خودت میدانی. رفشان تر گپ زن. این گپ ها چی معنی دارد؟ یعنی برای من لباس عروسی که میپوشی برای من کفنی تو میشود. وقتی زنی یگید شدنت برای من تو مرده ای. تو فقط همین رو گفتم میخواستی یا این که اون چیزی دیگر هم گفتم میخوای؟ سخنم را گفتم. اکنون برای من مرده ای. نه تو چیزی دیگری هم گفتم میخوای. با من دیگه سویا. رانو برآمد. تو را میجوید. برآمدم گیرد. چی گفتم میخوای؟ چی رو میدونی؟ سخنم را گفتم. دوامش در دستی تو. ملیکا کجا شدی؟ کارمون حالو خیلی بسیار. حاضر میایم حاضر. مالش انتظاریم زود بیا. با تو باز وا میخوریم فهمیدی؟ باوری ندارم ملیکا. گوش کن. طاقتم طاق شده ایستاده است. همه تیارند به فکرم. من تیارم. من هم. و درون آزاد می درویه. همه چیز تیار. بعد یک تمام کردن کار ورال تو را از آنجا می برارد. فهما. سیلات همراه هست میخیل؟ خوب 2 ساعت داریم. 2 ساعت بعد عروس را کشته از بین غیب میزنید. اول پول را گرفته بعد غیب میزنیم. اول عروس را میکشید بعد پول را میگیرید. فهما. برای کار. چرا ملیکا حالا هم تیار نیست؟ ملیکا زودتر ملیکا. خیره فراز ماشین چرا باشم برک چسبیده؟ نه مدیرم سردار و سرکمیسر ممدو مرا نبینند. خیره فرا گفتم فرا. نه من اینجا میمونم. برای چی مرا عصبی میکنی ها خیری؟ چرا خرم را میاری؟ درو کشا و فرا. خیره فرا از ماشین خیره. نه. تو از طرف دامادی هیچ گپ نمیشود. فرا نترس. خیره درو کشا میگم خیره. خواهش میکنم مجبور نکنید. خیره. خیری؟ در اینجا چیکار میکنه دو؟ دعواهای بودش بر هم خوردند و بیرون برآمده است. بیا آداب. سردارم شما را حرمت میکنم. حرمت کار آدمان است خیری بای. جورا جان این حریف در اینجا چیکار میکند؟ در کوچه ها گدایی و میزدگی میکرد. التماس کرده کار پرسید. نه گفته نتوانستم. بدتر شود. کنیک شده را یاری ده. ممدو مرا میکشند. برو گفتم به حالش گذار. دوستم بگناهم. دو توی را ویرو نکنیم.
پوش آینه را پوش. عجایب به این زیبایی بینگه. ما رو ندیده که این رو دیدن ممکن نیست. البته. مرحمت. زیبا بودنت را میدانستم اما زیبا صنم بودنت را اکنون فهمیدم. تو هم خیلی زیبا شده ای. تشکر. این آدم در اینجا چیکار میکند؟ قصه دراز بعد نقل میکنم. درو کشا. من با شما اون تاکسی جیغ زنم. از خود نرو خیری. حاضر لتو کوبت میکنم. یکان بار از داماد شتا خورده ای. کشا درو. مرحمت. مرحمت. در خانه عقد نکاح با دقت باش فهمو. یگان عمل شبهناک را مشاهده کن اشاره کن. فهمو مدیرم مالش. مرحمت رونق خانم. شما با ماشین من بیایید. با پیش شینید. تشکر. برادر این متا رو از اینجا گیر و دیگر جا مان. ماه اسد رو در کجا میگذرونیم؟ تو هم میایی؟ مادام که جیغ زدید البته میایم. تو بسیار گپ نزن. خیلی لقی. تو را آخران بار دیدن میخواستم پیش از مرگت. اکنون برای من مرده ای. چرا با فکر فرو رفتی؟ هیچ. شاید از هیجان باشد. تو هم پر هیجان می نمایی. نه هیجان نکن. چندان هم نه آرامم. باید به او خوراک دهیم. دستشون بکشویم. ببین به این هم با افلیسونی افسرده مانند شده است. تمام شب برخورد. زنده ماندنش یک معجزه. این خیلی که باشد خودت خوراک ده. مایلش این خیلی باشد دستشو کشودن لازم. فهما شد. نپران التماس. پایهایم را کشاده مرا از اینجا برای زنده میمانی. مایلش. تلفن را ده. مایلش نپران میدیم التماس.
از ماشین برا. برا. ثابت مرا خوب گوش کن. بیسگار دیشب مرا دزدید. سردار حالتان خوب است؟ بله بله. توی یگید خونه آلود می شود. از کی؟ از پسرم. از یگید تمام خانه عهد نکاح را بینید. چه که باشد یابید. غوغا سر نشده رسیدن اما لازم. اما اتون مرا گوش کنید. در کجا بودن این خانه عقد و نکاح یگید و ملکه را معلوم کنید. همه جا را کابید. زودتر آنها را پیدا کنید. فهمیدم سردار. اطاعت سردار. یگید گوند و زود و ملکه سویلو اینها را باید پیدا کرد. مرحمت کنید. تشکر. مرحمت. خیره ماشین را به عکس بگذار. تبسم خیلی خوب رسم میگیریم. مرحمت کنید. رانو جون تو امروز عجیبی. میدونم. خوش آمدید نجیب سردار. خوش باشد جناب پی. ببخشید قبیله. اهمیت ندید هوشم در کار. امروز روزی خورسندی از کار گپ میزنیم. بینید از شما دختر میگیریم. چون این فکر دارید؟ من شما را از طرف دختر فکر میکردم. اما شاهدی عروس شمایید. انشاءالله. چقدر پاسبان‌های به خطر بسیار به نکاح آمدیم یا به بازی مهم فوتبال؟ خاطره تلخ یگید معلوم. دلش آرام باشد گفته. خواستم او را احتیاط کنم. هدیه را فراموش کردم. عجبا با هر دیشون یک دستبند را بنده می شود تا آخر عمر یک جا بماند. در حقیقت شوخ بوده اید. شوخی های سرد پلیس. مرحمت. مرحمت جناب. رفتیم. چی حال هم نیفتید مگر؟ اکی صبید یافتم اکی صبید خانه عقد نکاح عمرانی ساعت 1. وقت کم مونده است. نیم ساعت مونده است. حالا ثابت سردار خانه عقد نکاح عمرانیه. نیم ساعت وقت است. خوب انشالله میرسم. شما هم در حال براه برایید. خوب بچه ها زود براه بر اومدن در کار. زودتر. با فکرم وضعیت از وزنین یاری تجلی تیزنید. یاری تجلی چه باشد وقت. یاری تجلی را جغ زده. احوالش خیلی وزنید. زنده ماندنش امری محال. خودش هم سفید بوده است. چطور شده باشد؟ سخت زده است. این یاری تجربه رو دعوت کرده باشند. کردیم دعوت کردن دکتر. اصلا دعوت کردن. انا بیم. بیاید آفرین بیاید مناسب هم دیگر. این خیلی کجا گم شد؟
حاضر می آید. چرا اینقدر خبرتری؟ کمی مالش آرام مالش شو. خیره. دوستان گرامی، همه‌تان به نکاح یگید گندوزالد و ملکه سایلو خوش آمدید. مبارک شود. جوانانمان یکدیگر را دیده دوست داشته قرار دادند که خانه‌دار شوند. قرار خود را در شعبه عهد نکاح ثبت کردند و در نزد شما مهمانان عزیز قسمی به یکدیگر صادق ماندنشان را بار دیگر تکرار خواهم. این آدم کیست؟ قرار جدی است برادران. انسانها را نکاح به هم می‌پیوندد. رسالتی بابای آدم و ماما حوا به جا آورده می شود. ما این دو گلی نازنین را به هم می پیوندیم. پیوستن مبارک باشد. خیلی دیر کردم. با دقت باش برادر. چی میگویی؟ ایست برادر. تو چی دیوانه ای؟ گریبانم رو سر ده؟ این باز کیست؟ سلاحش سلاح پلیسی نبود. اوزی بود چی بود؟ ای وای چی گپی هست اینجا؟ محترم ملکه سایلو، در تحت فشار نبوده با خواهش خود یگید گندوزالد را به همسری قبول میکنید؟ بله هاگوی قبول کن ملکه روز شب. این آدم ها کی باشند؟ اینجا گپی هست. با فکرم عروس کمی ناز دارد. محترم ملکه سایلو، یگید گندوزالد را به همسری قبول میکنید؟ ملکه راضی شو. بله راضیم. مبارک شود. محترم یگید گندوزالد، حالا همین سوال را به شما دادن میخوانم. ملکه سایلو را به همسری قبول میکنید؟ چی خاموشی؟ گپ زن یگید. جناب یگید مرا شنیدید؟ میشنوید مرا؟ فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارات میشم، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلم مهراب. روزهای نزدیک همصدا پیشنهاد می کند. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف، از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالگرامادور را خریداری نمایید.
галограмма ҳам дар болопӯш ва ҳам дар рӯи диск насб карда шудааст. дискҳое ки галограмма надоранд сифати паст дошта қалбакӣ мебошанд ва аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад. хариди дискҳои галограммадор барои беҳбудии кори мо ва дар сари вақт дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамояд ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбакӣ яъне бегалограммаро дидед бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед. маркази продюсерии ҳамсадо тақдим мекунад. бори аввал дар тоҷикистон узмуни беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ миёни беҳтарин гурӯҳҳои ҳаҷвӣ хохи борбад 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания хандин камон шакарханд санакҷон як косао биёр. очай бикавазика кайфулову мастуло арабшо компания так точно. рови маҳфил аловиддин абдуллоев ва мастура ортиқова. озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид, суруди ҳаҷвӣ, саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи оғоздиҳӣ аз толор сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ВАЗ 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28 907 59 28 28